سرخط مهمترین خبرها: دادگاه یک منتقد حکومت تاجیکستان را از بازداشتگاه رها کرد. 44 میلیون سومانی ضرر آفت‌های طبیعی در ماه می و قرقیزستان از کاهش شماره مهاجران خبر داد. درود بینندگان عزیز، خوشحالم که باز هم با خبرهای تازه در خدمت شما هستم. امروز 5 ایون سال 2024 است. دادگاه در شهر ویلنیوس مرکز لیتوا روز 4 ایون پیشنهادی در بازداشتگاه مهاجران غیر قانونی ماندن فعال سیاسی تاجیک سلیمان دولتوف را رد کرده است و 2 ماه پیش با گمان خطر به امنیت ملی این کشور اروپایی دستگیر شد. خودش آن را بی اساس دانست. خدمات مهاجرت لیتوا روز سه‌شنبه از دادگاه خواسته است مهلت نگهداری دولتوف را در بازداشتگاه تا 3 ماه دیگر دراز کند. دادگاه نپذیرفته است. شراف‌الدین گداف، یک نماینده مخالفین و شخص نزدیک به دولتوف، روز 4 ایون به رادیوی آزادی گفت دادگاه با این سبب سلیمان دولتوف را رها کرد. باید قید نماییم که مدت 2 ماه سلیمان دولتوف در بازداشتگاه غیر قانونی نگاه داشته میشد و عاید بازداشت خودسرانه سلیمان دولتوف که در شهر در کشور لیتوا ما با دادگاه اروپایی که زینه عالی دادگاهی این کشور اروپایی است شکایت خواهیم بود و از دادگاه ضرر مادی و معنوی و ضرر روحی و روانی که در این مدت از جانب نیازهای دادگاهی این کشور صورت گرفته بود طلب خواهیم کرد. خود سلیمان دولتوف بعد رها شدن از بازداشتگاه در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: درود، سلام به رادیوی آزادی و بینندگان رادیوی آزادی. دیروز در لیتوا دادگاه من بود. دپارتمنت خدمات مهاجرت لیتوا از دادگاه درخواست کرد که مهلت بازداشت مرا با 3 ماه دیگر دراز کنند، اما دادگاه درخواست دپارتمنت میگراسیون را رد کرد. مرا از زندان آزاد کرد. من هیچ گناه ندارم و به این تهمت ها مرا گرفتار کردند و من آزاد شدم. الحال در خانه با زن و فرزندای خود هستم. سلیمان دولتوف که در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی بیشتر نوار و بحث‌های مذهبی گذاشته از حکومت تاجیکستان سخت تنقید می‌کرد، روز 5 اپریل امسال از طرف ماموران امنیتی لیتوا دستگیر شد. دادستان کل لیتوا روز 9 اپریل گفت که دولتوف به دلیل رابطه‌اش با اعضا و جانبداران سازمان‌های تروریستی، انجمن‌های افراطی و تبلیغ عقیده‌های افراط‌گرایانه به امنیت ملی لیتوا تهدید می‌کند. فعال سیاسی تاجیک در چند پیام خطی و ویدیویی اتهام مقامات لیتوا را کاملاً به اساس دانست. او در آخرین ماه می در نامه از مقامات لیتوا خواست مقام پناهندگیش را برقرار کرده از احتمال رانده شدنش به تاجیکستان پیشگیری کنند. آفت‌های طبیعی ماه می امسال برای تاجیکستان 44 میلیون سومانی یا بیشتر از 4 میلیون دلار خسارات آورده است. ماه می در کشور 256 آفت طبیعی ثبت شده است. در این باره خبرگزاری دولتی خاور و خبرگزاری روسی تاس با تکیه به کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است. به قول منبع از 3 تا 26 می امسال در نتیجه آفت‌های طبیعی از جمله آمدن سیل 25 منزل آسیب دیده، 15 خانه پر ویران شد. از آفت‌های طبیعی همچنین بنای 6 مؤسسه تعلیمی و میانه و تا مکتبی، 260 کیلومتر راههای ماشینگرد، 27 پل، 15 کیلومتر خطهای انتقال برق، خطهای علاقه، 87 کیلومتر انشاءاتی ساحل مستحکم کنی و 92 کیلومتر خطهای آبرسان و کانال ها ضرر دیدند. در آفت‌های طبیعی در ماه می امسال چندین نفر جان خود را از دست دادند. کمیته حالات فوق‌العاده شماره عمومی قربانیان حادثه را نگفته است. این نهاد تنها خبر داده است که به 1174 عائله کمک رسانده، زیاد از 5,500 کس را به جای بی‌خوف کوچاندند. مقامات گفتند در نتیجه آفت‌های طبیعی 638 در چاروا تلف شدند. با وجود فرا رسیدن فصل تابستان، کمیته حالات فوق‌العاده از احتمال باران سخت و آمدن سیل در منطقه‌های کوهی ناحیه تابع مرکز و ولایت سوخت خبر داده است. مقامات گفتند روزهای نزدیک احتمال بلند شدن سطح آب دریاهای زرافشان، آب خنگاب، سرخاب، یاخسو، قزلسو و رودخانه‌های ورزاب، لوچاب، ایلاک، رامید و خرنگان وجود دارد. روسیه در سال 2023 به اقتصاد تاجیکستان همگی 30 میلیون دلار سرمایه
گذاری کرده است. در این باره دلشاد شریفی، یک مسئول وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، ضمن همایش در دوشنبه اظهار نظر کرده است. شریفی به آن اشاره کرده است که این حجم سرمایه‌گذاری 30 میلیون دلار بیانگر توانمندی دو کشور نیست. مقامدار تاجیک از ضرورت اندیشیدن چاره‌ها برای زیاد کردن سرمایه‌گذاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان گفته است. از جمله دلشاد شریفی از شرکت‌های روسی خواسته است در بخش‌های کشاورزی، ساختمان و تندرستی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند. حکومت تاجیکستان روسیه را یک از شریکان اساسی استراتژی خود می‌داند، اما سال‌هاست که روسیه در اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری کلان ندارد و حالا چین است که بزرگترین سرمایه‌گذار برای دوشنبه شده است. ایالات متحده از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است از طرح پرزیدنت آمریکا جو بایدن برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه پشتیبانی کند. هدف طرح 3 مرحله ختم جنگ تقریباً 8 ماه در غزه، رهایی همه گروگان‌های اسرائیل از دست حماس و انتقال کمک‌های بزرگ بشردوستانه به فلسطینیان است. ایالات متحده و اتحاد اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. لیندا تاماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز 3 ایون گفت طرح آتش‌بس به 14 کشور عضو شورای امنیت پیشنهاد شده است. کشاورزان میگن امسال حاصل پیاز در کشور زیاد شده است، اما نرخ این محصولات در بازار یک بار پس شد. این وضع برخی کشاورزان را وادار کرده است که موقتاً از جمع آوری پیاز خودداری کنند. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده. در اینجا دهقانان حاصل پیازی بهاری را جمع دارند. آن از سالهای پیش دیده فراوان‌تر است. با گفته دهقانان از 1 گکتار تا 2000 خلطه پیاز جمع آوردن ممکن است. یک هفته شد که همین 14-15 تا زنک چینده سای هیچ دایره نکردیم. حاصل زیاد نرخ پیاز را در بازار پایین آورد، اما از این ارزانی دهقانان چندان خوشحال نیستند. حالا سید جعفر نظروف در اینجا کشت پیاز انجام داده است. او در جمع‌آوری پیاز سراسیمه نیست و میگوید سال گذشته از کشت پیاز ضرری کلان دیده بود. پیرو پیاز کردم 15 تن پیاز دیدم، یک خود دروغ نمیگم، 14 متر بارش بوده، نه 150 متر روزی شه، یعنی 15 تا 16 تا پیاز گرفتم. بسم الله الرحمن الرحیم پیاز سیستمی بودن روسیه، 4می 5می بودن. وقتی من پیاز چین بود کردم که همه چی شد، من شد و من نمی 50 تن زوران نکنه برند. مثل سید جعفر دهقانانی هم پهلویش حالا پیاز را از زمین نگرفته اند. این پیاز الکی رسیده است و باید جمع آوری شود. اما با گفته سید جعفر نظروف نرخ دهقانان را در نیمه راه گذاشته است. امسال نرخ و نوای پیاز در بازار رو به پسشوی دارد. دهقانان میگوید که از حد زیاد کردن پیاز در زمین‌های کشت نرخ پیاز را در بازار پایان برده است. حالا در بازار خلطه 30 کیلویی پیاز 15 سومانی فروخته می شود. با گفته دهقانان از آنها دیده بیشتر تاجران فایده به دست می آورند. سید جعفر نظروف میگوید که از تجربه دید که دهقان چی فایده ای می بیند. بودم که 4 تا 5 تا شان تا ریختم گواه خودنش. حالا میرم بازار که گفت خرید که 5 تا 8 تا 10 تا پیاز خریدم. حالا پرینه. پیاز در تاجیکستان در 2 فصل جمع آوری کرده می شود، بهار و تیر ماه. دهقانان میگویند پیاز بهاری چندان عمری دراز ندارد، برای همین ارزان است. اما 2 سال پیش در تاجیکستان نرخ 1 کیلو پیاز تا 10 سومانی بالا رفته بود. آن سال مقامات مجبور شدند که صادرات پیاز را به خارج منع کنند. اما امسال حکومت ولایت ختلان خبر داد که صادرات پیاز آغاز شده است. حالا دقیق نیست چقدر آن را از ختلان به خارج صادرات کرده اند. حجم و نرخ بهتری آن می تواند دهقانان را امیدوار کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسه. معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان ادل بایسالوف گفت کشورش توانسته است شماره مهاجران کاری خود را در خارج تقریباً 300,000 کم کند. به اطلاع خدمات مطبوعاتی دیوان، بایسالوف در این باره در ملاقات با دبیر کل سازمان بین المللی مهنت ژیلبر اونگوبا خبر داده است. با گفته بایسالوف مقامات قرقیزستان برای این گروه شهروندان خود در داخل جایهای کاری تشکیل کردند. قرقیزستان امروز به یک مکان جالب برای مهاجران کاری بین المللی تبدیل یافته است. افزوده است او
قبلا وزارت کارهای خارجه قرقیزستان نیز خبر داده بود که شماره مهاجران کاری این کشور در خارج کمتر شده است. به اطلاع وزارت تعداد قرقیزستانی‌هایی که در 3 ماه اول سال روان در خارج بودند 655,000 کس را تشکیل داده است، در حالی که تعداد آنها در سال 2022 نزدیک به 837,000 کس بود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 5 ایون را فرا می‌گیرد. 29 می سال 1892 در سن 74 سالگی مؤسس آیین بهایی میرزا حسین علی نوری درگذشت که با تخلص بهاءالله معروف شد. این زاده کشور فارس تعلیمات اصول وحدت و تجدید دینی، پیشرفت اخلاقی و معنوی انسان را چون وسیله رسیدن به جهانی بدون جنگ و خشونت تشویق میکرد. امروز هم در دهها کشور جهان بیش از 5 میلیون پیرو دارد و در تاجیکستان اکثر مسلمان نشین شمار پیروانش حدوداً 1000 نفر گفته می شود. 29 می سال 1933 در حدود تاجیکستان ناحیه ونج تأسیس یافت که از سال 1937 رسما به هیئت ولایت مختار کوهستانی بدخشان شامل شد. این ناحیه که در میان قطارکوه‌های درواز و یزگولام واقع است، تاریخی چندین هزار ساله دارد. در قدیم منبع‌های آهکسنگ داشت و ساکنانش با آهنگری معروف بودند. امروز بیش از 34,000 اهالی دارد. 29 می سال 1965 کارگردان سینمای تاجیک و یکی از معروفترین فیلمسازان تاجیک سطح بین المللی بختیار خدای نظرف تولد شده است. در 49 سال عمرش توانست خود را به عنوان یک کارگردان ملی و زمانوی با دیدی تازه هنری معرفی کند. فیلم‌های او انقلابی کوچکی را در سینمای تاجیک ایجاد کرده است. نمونه‌های برجسته کینوی شاعرانه دانسته می‌شوند. او برای قاش به قاش جایزه دومی جشنواره معتبر ونیزیا و برای پدر مهتاب جایزه عالی فستیوال‌های کیناتور و نیکا را برده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 116,121 سامانی برابر است. $100 آمریکایی باشد تا 1070 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر رو در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.